درود دوستان عزیزم. در فیلم های قبلی، ویدیوهای قبلی، من در پاسخ یکی از دوستان راجع به سنگ خونبند و ماهیت این سنگ نوشتم. به اون مراجعه کنید لطفاً، اونو ببینید، بخونید. در مورد سنگ ها عجایب بسیاری وجود داره، اینکه زخم رو واقعاً بهبود میبخشه و اینکه داشتن اوپال همراه با یک رفتار و یک گزینه از ورزش رو انتخاب بکنیم و انجام بدیم که بعضی از بیماری ها رو درمان میکنه. اینا تجربه هایی که کردیم، شعبده نمیگم، عرض میکنم که من اونچه که آموختم اونها رو در اختیار شما خواهم گذاشت. اگر دوستی هم چیزی میدونه اونو به من منتقل کنه تا برای بقیه دوستان